امام اعظم را برای چی ابو حنیفه میگویند؟ آیا امام اعظم دختری با نام حنیفه داشتند؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. ابو حنیفه کنیت نعمان ابن ثابت کوفی ملقب به امام اعظم صاحب مذهب است. در زبان عربی کسی را به پدر یا مادر، به دختر، پسر، برادر، خواهر و یا به چیزی دیگر نسبت داده صدا کردن را کنیت میگویند. یعنی نامی است که در اولش کلمه اب یا ابن، اخت و غیره اضافه باشد که به معنای پدر، مادر، برادر، خواهر و غیره است. مثل ابوالقاسم، ابو حنیفه، ابن سعدی، بنت احمد، ابو تراب و غیره. کنیت در زبان عربی معمولاً برای احترام شخص بکار می رود. اما درباره ابو حنیفه رحمه الله علما و بزرگان دین چند سبب بیان فرمودند. از جمله مولانا مفتی محمد عمر سربازی رحمه الله در فتاوای خود می فرماید ابو حنیفه کنیتشان به اعتباری دختر نیست، یعنی گویا دختری با نام حنیفه داشته باشند و به همین سبب او را ابو حنیفه کنیت گذاشته باشند، یعنی پدری حنیفه چنین نیست، بلکه به اعتبار تقوا و عمل است. معنای ابو حنیفه ذو خصلت حنیفه است، یعنی شخصی که دارای اخلاق شایسته و از باطلها به سوی حق مائل است. بعضی ها گفتند حنیفه در لغت عراق به معنای رنگدان است، از آن جهتی که این فقیه بزرگوار همیشه با خود قلم و رنگدان می گرفت و در طلب علم زیاد جهد و کوشش می کرد. به همین خاطر او را ابو حنیفه کنیت گذاشتند. چگونه ای که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت علی رضی الله عنه را که در مسجد سر و رویش خاکالود خوابیده بود ابو تراب صدا کرد. قم یا ابو تراب فرمود، یعنی برخیز ای خاکالود.